ببخشید. آنچه که برای شما مهم است امشب این است که این تظاهرات نیست، ولی آرزوی ما برای بازگشت به ایران است. ما نه چپیم و نه راست، ما نه چپیم و نه راست، راه وطن راه ماست، راه وطن راه ماست. ای دولت حیله‌گر، ای دولت حیله‌گر، راه تو از ما جداست، راه تو از ما جداست. ما نه چپیم و نه راست، ما نه چپیم و نه راست، راه وطن راه ماست، راه وطن راه ماست. خمینی بی وطن، خمینی بی وطن، راه تو از ما جداست، راه تو از ما جداست. احمدی بدنژاد، احمدی بدنژاد، راه تو از ما جداست، راه تو از ما جداست. مرز پرگوهر، ای خاک از سرچشمه هنر، دست تو اندیشه بدات، آینده ما بی تو جا بزن. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آنم، جان من فدای خاک خاک میهنم. غیر تو شد میشم، دور از تو نیست من میشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده با خاک ایران ما. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. که نوشته خواهد شد و زیرش امضا میکنید. میگوید تقدیم به مادر با گلهای پرپر شده، گلهای جاودانی که تاریخ ایران فراموششان نخواهد کرد. علیرضا در نامش مینویسد خاکسترم را به دریای خزر بسپارید تا با هر موج که به ساحل میرسد بوسه‌ای زنم بر خاک ایران. آنچه که امشب مهم است، ما امشب جمع شدیم، این تظاهرات نیست، بارها با عرض کردم. آنچه که مهم است این است که ما با خاندان پهلوی، خاندانی که 57 سال در ایران پدر و پسر زندگی به ما دادند، به ما جوانهای اون دوره فهماندن که جای پرواز شما چون عقاب بر فراز جهان است و نه چون کلاغ. امروز فرزندان شما مانند عقاب در تمام دانشگاه‌های جهان دارن میپرند. فراموش نکنید زمانی که ایراد بر پادشاه فقید میگرفتن که چرا خودش رو به عنوان عقاب اپکوف، امروز کلاغان ریزخوار رو نگاه بکنید و بفهمید چرا جهان چشم دیدن پادشاه رو نداره.
ماست. علیرضا شاهپور علیرضا پهلوی، این جوونی که کودک خوش زبان شلوغ خاندان پهلوی بود و چشم چراغ لیلا و علیرضا بودند. این دو در واقع یادگار بودند و پدر عاشقانه این دو رو میپذیرفت. آن روزگار رضا پهلوی بالا حضرت رضا پهلوی ولایت اهل ایران تحت تعلیم، ولی این دو در واقع چشم چراغ پهلوی ها بودند. شما تصورشو بفرمایید که دو بچه 7 ساله و 10 ساله در مقابل مردمی قرار بگیرند که تا دیروز ازدواج‌ها رو میگفتند، به در قصد میآمدند، دست میبوسیدند، تا کمر خم میشدند، پا میبوسیدند، خاک میبوسیدند، در مقابل چشمان اینها آغاز به مرگ برپا کرده بود. این دو کودک چگونه میتونستن تحمل بکنن و بیان برسید. همین ماها بچه داریم میکنیم در سن 40 ما به یک نتیجه میرسیم و میبینیم سال گذشته چند مدت پیش 12-13 ماه پیش جلوهایی که در اینجا هستید همه بودید و دیدید که سینه با چه ترفندی یکباره این حرکت سبز در ایران به اوجی رسید که ما در همین اداره بیلدینگ به 30,000 آدم حرکت کردیم و فریاد برآوردیم. چگونه شد که بلافاصله تمام در اخبار رو بستند؟ CNN بست، BBC بست، رادیو بست. نه، به شما داشتن فریاد میزدن که ما کردیم و ما میتونیم این کارو بکنیم. برای جوونی مثل علیرضا پهلوی که دانشمندی است، رفته دانشگاه هاروارد یونیورسیتی، رشته ادبیات و رشته تاریخ قبل از اسلام رو دکترا گرفته، PhD گرفته، تموم کرده. این بچه وقتی که نگاه میکنه و میبینه که پدرش وقتی میره بالا سر این کوروش کبیر، من امروز چون شاهد این ماجرام، اگر من اردوان که آخرین نسلی هستم که شاهدم، اینو به شما نگم کس دیگری نمیگوید. در دوره مدرسه من و بچه‌هایی که موهاشون در اینجا سفیدتر از بنده است، به تخت جمشید میگفتن خرابه‌های تخت جمشید. شهبانوی ایران روزگاری که برای 2500 سال آمد گفت اینجا آبادترین نقطه جهان است. چگونه شما به اینجا میگید خرابه‌های تخت جمشید؟ و این آبادترین نقطه رو در 2500 ساله وقتی جشن میگرفتن، تمام اونهایی که داشتن کور میشدن گفتن خرج زیاد کردن، چرا این کارو کردن؟ فقط یک لحظه فکر کنید که تمام سران جهان از پرزیدنت ها تا امپراتورها همه آمدن زیر یک چادر جمع شدن. خانم آقایون ببینید مملکت چه امنیتی داشت. امروز 5 نفر از سران جهان وقتی میخوان دور هم جمع شن، در یک جزیره بینامی که هیچکی ندونه از وحشت جمع میشن. آمدن دست پادشاه رو، دست کوروش رو بوسیدن، خاک ایران رو بوسیدن و در آن روز جهان متوجه شد منطقه‌ای است به نام ایران که دارای کوروش است و دارای داریوش است.